پژوهش مرکز اسلامشناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان حساب کرده است که حدود 43% ساکنان کشور به سوالهای دینی خود از مخزن اینترنتی گوگل و هم شبکه‌های اجتماعی پاسخ می‌جویند. حالا گوگل به اصطلاح به یک دانشنامه مسائل دینی تبدیل شده است که هر نفر دوم در جستجوی جواب خود به آن مراجعت می‌کند. پژوهش بر اساس پرسش 1072 ساکن تمام مناطق کشور انجام شده در دوشنبه در یک جلسه مربوط به چالش‌های مذهبی معرفی شد. مسئولان مرکز اسلامشناسی میگویند پژوهش نشان داد که وضع در قیاس به 8 سال پیش کلاً فرق میکند، زیرا در یک چنین پرسش در سال 2009 نزدیک 50% گفته بودند که به سوالهای دینی خود مستقیما از بزرگسالان خانواده و روحانیان پاسخ میگیرند. رستم عزیزی، یک مسئول مرکز اسلامشناسی نزد پرزیدنت تاجیکستان، روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت نگرانی در آن است که حالا اکثر موادهای دینی شبکه‌های اجتماعی که در اینترنت با زبان تاجیکی نشر می‌شوند خصوصیت افراطگرایی دارند و این می‌تواند به ذهن ساکنان تأثیر بد رساند. او گفت توجه ساکنان برای دریافت پاسخ به سوالهای دینی خود در حال بیشتر شده است که با سبب‌های گوناگون اعتبار روحانیان سنتی در جامعه کاهش یافت و دیگر اکثرا به حرف آنها گوش نمی‌دهند. اعتماد بر روحانیان در سالهای نزدیک رخ داد. یک چند سبب هست. به غیر از اون سبب‌های یکی از سبب‌های واقعیش همین است که همکسبان شما همین خبرنگاران در همین رفت مبارزه با افراطگرایی و تروریسم و اکستریمیسم مبارزه با تندگرایی رو مبارزه با دین فهمیدن و یکی از راه‌های مبارزه با بگیم که گسترش اندیشه‌های افراطی و تندگرایی بی‌آبرو کردن روحانیان شد به طور کلی. این مسئول مرکز اسلامشناسی میگوید اکثر آنهایی که با پرسش‌های دینی خود به اینترنت مراجعت میکنند به مسجد نمیروند و یا در مهاجرت کاری در خارج کشور قرار دارند. بهروز قربانعلیف، یک مهاجر 35 ساله تاجیک در روسیه میگوید روز نیست که میان او و دیگر مهاجران در مسئله دینی بحث نشود. بهروز همراه با 14 نفر مهاجر دیگر تاجیک در ساختمان کار میکند. او گفت واقعاً 5-6 سال پیش اگر بحث اطراف مسائل دینی اوج میگرفت، مهاجران رقم تلفن روحانیان تاجیک را در دست داشتند و زود با آنها برای پاسخ گرفتن زنگ میزدند. حالا وضع فرق میکند چون روحانیان تاجیک در شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند و از صحبت تلفنی با مهاجران خودداری میکنند. این جوان تاجیک میگوید در شبکه‌های اجتماعی نیز گروه‌های وجود دارد که به سوال و جواب دینی مشغولند و گاه مهاجران به سوالهای خود از آنجا نیز پاسخ میگیرند. صاحبان چنین صحیفه‌ها اکثرا معلوم نیستند ولی فعالانه در بحث‌های دینی اشتراک میکنند. کارشناسان تاجیک میگویند شبکه‌های اجتماعی حالا پر از بحث‌های مذهبی اند و مشاهده‌ها نشان می‌دهد که شرح نویسان نیز خیلی احساسی هستند. فریدون هادیزاده، کارشناس مسائل مذهبی، روز 31 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که ظاهراً در شبکه‌های اجتماعی و دیگر مخزن‌های اینترنتی افراطیان مقام اول دارند. بسیار متریال ترغیباتی پهن میکنه. یگانه حالش است که این چیز رو نگاه داشتن ممکن نیست، لیکن آنها یک متریال برارند، ما 10 باید براریم. وقتی که گوگل بچه میزند متریال ما زیادتر میبرد و ما همون چیز را از متریال ما باید خواند. نگرانی از توجه بیشتر به مطلب‌های اینترنتی که به گفته مسئولان خصوصیت افراطی دارند در حالی است که حالا مقامات تلاش دارند معویضه‌های روحانیان را از مسجد به صحیفه‌های اجتماعی بیارند. در تاجیکستان حدود 4000 خطیب و امام خطیب فعال است و پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در همکاری با کمیته دین و روحانیان طرز کار در شبکه‌های اجتماعی را می‌آموزند. تا کنون 125 روحانی کار در شبکه‌های اجتماعی را آموختند